های سلام علیکم again. امروز میخوام بهت بگم که اگر سطحت فکر میکنی که خیلی بالا نیست ولی دوست داری که شروع کنی کتاب انگلیسی بخونی، بیا بهت بگم چی بخونی. اولین چیزی که میخوام بهت بگم Fight Club. این اول از این که ببین من خیلی نمیدونم که سطح کلماتش چجوریه. خب اینو بیشتر انتخاب کردم به خاطر این که احساس میکنم که چون ممکنه که بدونی از قبل که داستانش چیه خیلی راحت تر میتونی کشف کنی که منظورش چیه، میدونی چی میگم. اگر ندیدی که برو فیلمشو ببین اول به نظر. ولی اگر مثلا قبلا یه بار دیدی و اینا اوکیه که مثلا بذاری که با این مموریت فرش بشه. ولی you know cute, very nice, short. من اینو از جنگل خریدم. فکر میکنم که یه شکل دیگه ایشو الان داشته باشه یا بتونی پیدا کنی، نمیدونم. فایت کلاب از اون کتابایی که راحت پیدا میشه، خب چون حالا معروف و از این حرفا راحت میتونی پیداش کنی. و البته نمیگم فایت کلاب راجب چیه cause we're not supposed to talk about that. بچه دومیش امریکن هانیه و احساس میکنم که خیلی همون آردی میدونیم این چیه. بخاطر اینکه یه مدتی خیلی وایرال شده بود، بعد این شکلی بودن همه که امریکن هانی بعد اینجوری بودن که مثلا هر کلمه شو هر صفحه شو برمی داشتن مثلا تو کپشن می نوشتن یا استوری میکردن اینا. It's not that deep, okay? It's not a deep book. Sorry. ولی خیلی روونه. خیلی ساده است و خیلی کمه. نگاه کن. الان مثلا بیشترین صفحه که میتونه داشته باشه اینه. خب و با حاله میدونی اگر نوجوانی، اگر مثلا به شعر علاقه داری، مثلا اوکی میتونی بخونیش و اینا. البته که اگر به این بگیم شعر داریم گم میزنیم به همه شعرهای دنیا، ولی it's a good book to start with, okay? بعدی و من خودم خیلی دوست داشتم و میدونم که توی ایران وایرال شده و به صورت انگلیسی هم وایرال شده. I fell in love with hope. میتونی ببینی چقدر دوستش داشتم. اوکی. من کلا عاشق اینم که مثلا یه گروهی از مردم در حال مردن باشن و من بخونم راجبش. خب اینم راجب یه مش بچه است که مریضی‌های لاعلاج دارن و توی یه بیمارستانی با هم دیگه دوست شدن. No happy endings. Trigger warning. مطمئنم که تریگر وارنینگ های زیادی رو واسه این بخونی. اگر نمیدونی تریگر وارنینگ چیه، یک سری موضوعاتی هستن که توی داستان ممکنه بهشون اشاره بشه که شما ممکنه با اون موضوعات و خوندنشون تریگر بشین، یعنی حالتون بد بشه یا ناراحت بشین، اصلا دوست ندارین بخونین دیگه. برای همین واسه یه داستان این شکلی بهتره که اول تریگر وارنینگ هاشو چک کنین. مثلا چه میدونم خودکشی، نمیدونم سلف هارم، هر چیزی هست که بدونین که به چی دارین دست و پنجه نرم میکنین. ولی it's really good and it's a romance and it's LGBT هم هست. اگر هوموفوبیکی اصلا اینجاش کار میکنی و اگر هوموفوبیکی نمیتونی بخونی but it's fine by me, go fuck yourself. و متنش هم واقعا روون و آسونه، یعنی چیز خاصی نمیگه، کلمات خاصی نداره. اگر هم چند تا باشه میتونی راحت گوگل کنی یا نمیدونم تو دیکشنری دنبالش بگردی و you'll be fine. بعدی funny story از امیلی هنری. اگر رومنس دوست داری کلن امیلی هنری. خب ولی به نظرم توی من از امیلی هنری کلن 2 تا الان خوندم، یکی بوک لاورز یکی این، و به نظرم بوک لاورز اونقدر به اندازه این ساده نیست. این ساده تر متنش و خیلی فلافی و خیلی تابستونه است اتفاقا. و اگه میخوای بری مثلا سراغش تو تابستون بخونی و اینا، به نظرم این خیلی پیشنهاد خوبیه.
و اینکه آره مسش خیلی ساده است، راحت میتونی توش غرق بشی، راحت میتونی مثلا بفهمی چی میگن و اینا. مسش در حد مثلا ریلایی که تو اینستاگرام میبینی و مطمئنم که میفهمی چی میگن، پس میتونی بفهمی. داستان راجع به این دختر است که یه دونه نامزدی داشته، بعد اینا با هم دیگه خوشحال و خندون میخواستن ازدواج کنن اینا. بعد یه روز نامزده میاد میگه که من دارم میرم با دوست صمیمیم که بهت میگفتم اصلا راجبش نگران نباشی چون هیچی بین ما نیست، برم با اون دوست شم و نمیخوام دیگه با تو باشم. بعد دختر میگه what the fuck، یعنی هلو، بی خونمان میشه به خاطر اینکه خونهشون با اون پسره بوده و خونه کلا مال اون پسره بوده و همین مجبور میشه خونه رو خالی کنه. میره پیش کی؟ اون دوسته بود، اون دختره که نامزد این دختر رفت باهاش. اون یه اکس داره اتفاقا و این دختر مجبور میشه بره با اون اکس اون دختره که ایشونه یه جا زندگی کنن و بعد از یه جای به بعد به صورت فیک دیتینگ اینجوری میکنن که مثلا به اون دوتا اکساشون میگن ما با همین by the way، فقط برای این که مثلا دسپرت و بدبخت به نظر نرسن. So good, it's so cute, I love this, you're gonna love this too. برای آخری من حقیقتا میدونی چون معمولا وقتی که دنبال چیز ساده میگردی نمیتونی فانتزی خیلی بخونی متاسفم، ولی به خاطر اینکه من خودم عاشق فانتزی ام، مطمئنم خیلی دنبال فانتزی میگردم و دوست دارم حالا با ژانرهای دیگه شروع کنن، من یه دونه فانتزی الان به ذهنم رسیده که به نظرم از بقیهشون راحت تر خوندنش و اون هست شاتر می. این کاور ممکن نشناسی، بذار کاور اصلا این شکلیه، شاتر می. من به خاطر اینکه یه کاور خیلی خوشگلی پیدا کردم برای همشون و کل سریو داشتم، اینا رو براشون پرینت گرفتم و میبینیم مثلا کنار هم دیگه که میذاری یه دونه عکس بزرگ رو تشکیل میدن، ولی خب آره اصلیش اونیه که نشونتون داد. این فانتزیه. ببین نمیدونم بهش بگم فانتزی یا دیستوپیان، معمولا بهشون میگن دیستوپیان خب، ولی به نظر من فانتزیه. حالا نمیدونم شاید اشتباه میکنم، ولی ببین آخه تو دیستوپیان قرار نیست که تو مثلا قدرت های جادویی داشته باشی، ولی تو فانتزی معمولا اینجوریه دیگه. نمیدونم بهش میگن سای فای. کلا اگه دنبال مثلا اینی که اینا تو جنگ باشن، نمیدونم یکی قدرت داشته باشه، بعد پسر خوشگل باشه، بعد نمیدونم بلا بلا بلا، شرمی بسیار متن ساده‌ای داره و توش فکر میکنم 6-7 تا کتابه توی کل مجموعه و جالبش اینجاست که هر کتابش مثلا خیلی شاید 300 خورده صفحه باشه و راحت تو میتونی مثلا از این کتاب به اون کتاب پرواز کنی و خب اینجوریه که مثلا اون پسری که قرار عاشقش بشیم خیلی خوشگله. اوکی، داستان از این قراره که این دختر جولیت به هر کی دست میزنه یارو میمیره و خیلی اتفاقی زده یه پسر بچه‌ای رو کشته تو خیابون. مثلا پسر بچه اینجوری بوده که میفته زمین، بعد این مثلا یادش میره که او مای گاد مثلا فلان، میره بچه رو بهش کمک کنه، دستش رو میگیره بلند بشه، بچه نمیره. الان این بدبخت تو زندانه. این شکلیه که همش داره به خودش میگه این چه زندگی بود من داشتم. اوکی. بعد یه روز یه پسر میاد تو زندان، اشتباها دستشو میخوره به هم و پسر نمیره. فعلا 5 تا کتاب اولی بود که من به ذهنم رسید. اگر بعداً چیزی بخونم که ببینم مثلا مسش آسون و اینا حتما بهتون میگم، و اگرم بازم چیزی تو کتابخونه ببینم که فکر کنم که مثلا آسون تره و میشه باهاش شروع کرد و اینا حتما بازم بهتون میگم. ولی این از این بعداً ببین جوری که برمیگردم به، و اگر هیچ کدوم از اینا رو خوندی بهم بگو، اگر خوندی و دیدی هنوز متنش سخته بازم بهم بگو. I'll find something else for you. Okay? Okay. Happy reading. Bye-bye.